وطئه، اصل، ریشه ی هر چیز مادر اوست. اصلا اهل بیت رو مادرشون یه نظر دیگه ای دارن. تا نام فاطمه رو شنید امام صادق 3 مرتبه گفت وا اما. خود موسی بن جعفر باب الحوائج وقتی مریض میشد و تب میکرد یه کاسه آب میذاشت وسط اتاق، روایت رو ببینید، 2 دست رو تو این کاسه میذاشت، یه نگاهی به آسمان، 3 مرتبه میگفت السلام علیک یا اما یا فاطمه الزهرا. شفا میگرفت از مادر. مرحوم علامه خبیر علامه محمد تقی مجلسی اعلی الله مقامه الشریف مفصل درباره عقدنامه و مهریه فاطمه زهرا روایات نقل میکنه. بعد در آخر میگه ما همین قدر میدانیم که درباره زهرای اطهر هیچ نمیدانیم، چون بهشت مهریه اوست، جهنم مهریه اوست، خشکی های زمین مهریه اوست، آبهای زمین مهریه اوست. بیبی جان ما عرفنا که حق معرفتک، ما که نشناختیم تو چی کسی هستی. بی خود نیست که امام عسکری فرمود ما حجت خدا بر مردمیم ولکن امنا فاطمه الزهرا حجت الله علینا. بیبی جان ما عرفنا